مشکلات معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور همچون یکی از خطرهای جدی برای انسانیت در عصر 21 باقی مانده، آن به اعتدال آوردن وضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دولت‌ها و منطقه‌های علاهیده تهدید می‌کند. از جانب دولت و حکومت کشور برای پیشگیری نمودن این بیماری تمام چاره‌های ضروری و سریع اندیشیده می‌شود. در قلمرو ولایت ختلان نیز در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مرکز ولایتی نارکولوژی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در همبستگی با شعبه‌های معارف بین نورسان چاره‌بینی‌های گوناگون فهماندهی راه اندازی گردیده است. چون این چاره‌بینی در مؤسسه تعلیمی رقم 56 ناحیه وخش با جلب گروه خوانندگان مؤسسه تعلیمی به وقوع پیوست. ضمن این همایش عاید به نشه‌مندی، ضرر مواد مخدر به سالمه انسان، راه‌های پیشگیری از نشه‌مندی اندیشه‌ها بیان گردید. گفته شد که متخصصان سوهای طب ثابت نمودند که نشه‌مندی چون یک بیماری غیر عادی به تمام عضوهای بدن انسان از قبیل عصب، گرده، دل و دیگر عضوهای درونی تأثیر منفی خود را رسانیده انسان را به بیماری‌های گوناگون مبتلا ساخته نهایت به مرگ برده می‌رساند. نشه‌مندی وبای عصر بوده جامعه را ضعیف می‌گرداند و به سر هر یک خاندان روز سیاه و مصیبت می‌آورد. قابل ذکر است که عالمان و متخصصان ساحه طب نشانه‌های نشه‌مندی و تأثیر آن را در جامعه همچون بیماری معنی داد کردند. از بس که این بیماری با عمل و رفتار نشه‌مند باعث خرابی‌های زیاد شده می‌تواند. استعمال کنندگان مواد نشه‌آور ضرر آورند. ذره از کار و کردار کردهشان آگاهی ندارند، زیرا محض استعمال نشأه چنین اشخاص را دور از عقل و فراست، خرد و دانش می‌کند. بیماری نشأه انسان را از تمام خوشی‌های زندگی محروم می‌سازد. در جریان چاره‌بینی خوانندگان رسم و آویزه‌های مرتب نمودهشان را عاید به حیات نشه‌مندان پیشنهاد نموده با این عمل ثابت نمودند که عاید به نشأه و نشه‌مندی معلومات کافی دارند و می توانند همسالان خود را به حیات سالم هدایت نموده در پیشگیری این بیماری سهمگزار باشند. همچنین از جانب خوانندگان صحنه‌ها از حیات نشه‌مندان به نمایش گذاشته شد که پورا لحظه‌های دشوار و مرگ‌آور نشه‌مندان عاقبت استعمال این مواد مرگ‌آور را انعکاس می‌کرد. جوانان نورسان آینده ملت ما اند. برای همین بیشتر با آنها برای جلب آنها و خواندن روزنامه، مجله ها، خواندن کتاب های بدیهی، مجموعه ها درباره سلامتی، درباره پیشگیری نشه‌مندی و گین شخصی را بسیار کارها را پیشبری کم شود. گذراندن چنین کارهای فهماندهی با جلب وسیع نورسان از منفیت عاری نبوده در تربیت اخلاقی آنها پیشگیری شدن بیماری‌های سرایتی بخصوص بیماری نشه‌مندی زمینه می‌گذارد.